سلام کاکو. امروز این فدرش خفن میخوام بهت آموزش بدم با لهجه شیرازی. ببین کاکو، ما اول باید بیایم لاینمون مشخص بکنیم با تریمر. بگو خب. بعدش نوبت میرسه به شیور. سعی کنید پشت تریمرتون کامل شیور رو بازی بدین که کامل لاینش سفید بشه. بعدش میایم چی کار میکنیم؟ شونه 6 میلمون رو ور میداریم با گارد باز و چارچوب فیدمون رو مشخص میکنیم گم به گلم. بعدش 3 میل گارد باز وارد قضیه میکنیم تو قسمت توسی فیدمون رو بسازیم. بعدش میایم با نیم کلیپرمون قسمت روشن فیدمون رو مشخص میکنیم. هوشت به من هست کاکو؟ بعدش میایم با شونه 1.5 میل گارد بازمون خط بین 3 میل و نیم کلیپرمون رو فید میکنیم. بعدش میایم با تریمرمون خط زیر گردن خیلی قشنگ در میاریم. حالا میایم با کلیپر صفر زنمون خط تریمرمون رو محو میکنیم. عزیزم با کنارهای کلیپر